aytsam dardlarimning dostoni uzun, bo'ynimda taqdirning arqoni uzun. Dunyoda eng g'amgin nimadir bo'lsa, undanda g'amginroq kuy mening ko'nglim. Bog'lar orasimas, tosh orasida, kunduz yorug'mas, tun orasida, mehr faslidamas, qahr faslida, bemahal gullagan gul mening ko'nglim, mening ko'nglim. Kelaman bir kun baxtning esiga, ishim tashvishlarim tushar iziga, aylanaman bir kun bahor qiziga. muhabbat. Nur mening ko'nglim. دخترم تو در اینجا چی کار میکنی؟ خاله assalomu alaykum. ببخشید من دیروز کار رو دیر تموم کردم، ترسیدم که به خانه روم، اینجا موندم. خوب برای کمکتان پول خوب میدی اساس چی کار کردن لازم؟ کارهای زنانه، تمیز کردن و مایده کردن و پختن و از این کارها. در مورد پولش نگران نشوید، اگر خواهید حاضر پرداخت میکنم. چگونه کمک؟ گوش کن، دوستانم در خانه اند. من یک دختر را آوردم. خودت میدانی که زن ندارم. مرد تنها. خودت میدانی که شایره آپا جان التماس مرا نجات دهید، شایره حاضر می آیم. آمدم. او را صدا کن. کجاست تو؟ کمی نشست و دیوان ها بر این گریخته رفت. اما قسم 11. اما جان محبت این توی دخترم. بیا جانم بیا. خوب استید اما جان، خوب استید؟ سلامتیتون خوب است؟ خوبم. تو خیلی کاری خوب کرده که به دیداری ما آمدید. به او نگرید چه دختری کلان شده است. مرحمت به خانه درو. اما جان مرا در کوچه ماشین انتظار است. نه این چه خیلی می شود آمدی و ننشسته می روی. کو به خانه درو. پس بیاید اینجا نشینیم. بیا گذر دخترم. او به من نان آورده است، به او نگرید. قدم رسید بلا نرسد. الهو صلح و امانی باشد. در خاندانمان فیض و برکت، در کشورمان تینجی، آسمانمان صاف باشد. آمین. الله اکبر. خوب استی دخترم؟ خیش و تبارک و همه صحت سلامتند. تو به جمیله مثل سیب دو کفان مانندی. خوش آمدت چه حال دارد؟ خوب است؟ پدرت چطور است؟ همه صحت و سلامتند. خوبند. پسرت رو چرا نآوردی؟ من اینجا با کارم آمدم اما جان. کاش پدر و مادرت تو را حاضر می دیدند. شمال های کجا تو را به بخارا پرانده آورد؟ ما به توی آمدیم اما جان. من لباس های رقاصه ها را آماده می کنم. برای همین پسرچم را نزد دایه گذاشته آمدم. او را با خود گرفته نمی توانستم و شما را هم ندیده رفته نمی توانستم. شما خوب استید؟ یزنه هم چه حال دارند؟ خوب است، خدا را شکر. حاضر به بازار رفت. او نمی تواند زیاد در خانه نشیند. کاری خوب کردی که در آمدی دخترم. کاش کودکت را می آوردی یک می دیدم. به او مامگی می کردم. آخر من هم با او بیبی می شوم دخترم. سیبین چه حال دارد؟ کودکانش خوب است؟ خودش خوب است؟ خوبند. خیلی خرسندم که همه خوبند. مهم این که کسی بیمار نباشد. خیلی خوب کردی که آمدی. من حاضر چای میمونم. نه اما جان لازم نیست، زحمت نکشید، من میروم. این طور نمی شود. من همچون متصدی لباس ها کار می کردم.
کارم آسان بود. من خوشبخت بودم. من هر روز شکر می گفتم که خداوند به من چنین نعمت را عطا کرد، قوت بخشید و پیش راهم را گشاد. من از اویش سپاسگزار بودم. خورشیده، من احتمال شما را سخت خسته کردم. دیر شد، شما باید استراحت کنید. من باز فردا ثبت آوازم را به شما میفرستم. وقتی خوب شب شد بخیر. خوب کن. مایلش اپا جان، به شما هم شبی خوش. بیا خواب میکنه. باز به فکر فرو رفته. با خودت مانند نیستی. من درباره اپای محبت فکر می کنم. همه اون چیزی که من در زندگی از سر گذرانیدم در مقایسه با سرگذشت او هیچ چیز است. میدانی اپای محبت خواهش کرد که درباره زندگیش کتابی نویسم. اگر او به من کمک کند کتابی عجیبی برآمدنش ممکن است. نه، اما تو میتوانی اقلا امروز درباره کتاب فراموش کنی. میخوام تو را به طرف خانه دعوت کنم و ما هر دومون تنها. عزیزم بیا امروز اپای محبت رو به مهمانی دعوت کنیم. خواهش میکنم او را فردا دعوت کن. آخر فردا هم امکان دارد. نه، همین روز. خوب شد. فقط دیرتر دعوت کن. ما باید اول امروز سندها را سپاریم. یادت هست؟ تشکر. خب اپای محبت ادامه می دهیم؟ خلاصه اپای شاعره مرا همراهش به تویها می برد. او پلهایش را در یک ظرف نگاه می داشت. الهام با انیسه ماند. من به مدت 2 روز به توی رفتم. یلدو زود باشی. دخترها کجایند؟ توی حاضر سر می شود. تو در کجا می گردی؟ همتون خوب هستید؟ السلام علیکم. و علیکم السلام. در کجا می گردی می گویم؟ ببخشید کمی دیر کردم. اپای شاعره عزیزه امروز هم نمی آید. باز همان عزیزه. اگر او را ببینی رسان که دیگر نزدم نآید. خوب شده است. زودتر آماده شو. خوب شده است. لباسای من تیارند؟ آن حاضر. تو اینقدر چرا میکوبی؟ اپای شاعره ما با یلدوز 2 کسه برایم. کمی صبر کن، حالا یگان فکرش را میکنیم. خب خوب که زودتر براید. چیز و چاره را جمع کردن لازم. همین مویه ها را بر وقت جا به جا کردمانی نمی شود. زودتر مویه های من تیارند. آنا تشکر. چیکار میکنیم اپای شاعره؟ باز یگان رقاصه دیگر میگیریم؟ چی میگویید؟ صبر کن فکر دارم. آخر هر دفعه احوال همین است.
аз ду сар ягон раққосаи дигар гирифтан лозим аст. раққосаи дигар? як нафар ҳаст. Ки? муҳаббат. лабай, ту ба ҷои азиза мебароӣ. ин пироҳанро пӯш. зудтар пӯш. зуд пӯш. рақси навбатиро ту иҷро мекунӣ. ман? ҳа, магар ягон муҳаббати дигар ҳаст? ой апаи шоира, ман дар умрам бори ҳам нарақсидаам, наметавонам. чӣ мушкил дорад? аз паси духтарҳо такрор мекунӣ ва тамом. мушкиле надорад. ягон мушкиле надорад. барости ту ба мо нигар, аз пасамон такрор кун. дар тӯи ҳама сархушанд, касе пай намебарад ки ту рақсида наметавонӣ. хавотир нашав. ман шар медорам, апаи шоира. ба ман нигар. аз кӣ шар медорӣ? магар пули иловагӣ ба ту зарар мекунад? ин ҳаққи кӯдакат аст. ба ту пул лозим? пас шитоб кун. гӯш кунед, ман рафта мефаҳмам ки он ҷо чӣ гап аст. шумо зуд омода шавед, фаҳмидед? нағма накарда омода шавед. хуб. апаи шоираро асабӣ накарда зудтар либосатро бипӯш. аз паси ман ҳаракатҳоро такрор карда мегирӣ. ҳеҷ мушкилие надорад. ҳамин тавр не? ҳа, албатта мо кӯмак мекунем. ана бубин, аввал инро мепӯшӣ. аз болояш инашро. зуд бош, либосатро ки пӯшиди, мойҳоятро мебофам. хуб. ба даврон бахт, саодат, сиҳативу саломатӣ мехоҳам. худо кунад ки ман ҳатто дар арӯсии худам чунин зебо набудам. ба ман зебид? албатта зебид. хуб, ҳаматон омода шудед? ба ту хеле зебидааст. беҳуда дудила шудӣ. дурӯғ намегӯям. ба ту дар ҳақиқат ҳам зебидааст. ҳа, хеле зебидааст. духтарҳо, ҳаракат кунед. зудтар. мебароем. зудтар рафтем. бас аст ба оина нигаристан. барои духтарҳо дер шуд. جوان یادم نازی بوده چطور بشی گستاگیرم جوان گلردم در گیچه بدر بası دستاگیرم جوان یادم نازی بوده چطور بشی گستاگیرم ayra ayradan bana anam canım sen bana ayra ayradan bana şirin zamanım sen bana ayra ayradan bana anam canım sen bana ayra ayradan bana şirin zamanım sen bana sen dedi adam yapımında dedi Kırgızsa dedi can için canım ister kanda dedi siz kendin gibi sen dedi adam yapımında dedi Kırgızsa dedi can için canım ister kanda dedi ayra ayradan bana anam canım sen bana ayra ayradan bana şirin zamanım sen bana ayra ayradan bana aramı canım sen bana ayra ayradan bana şirin zamanım sen bana пулҳоро бехато шумурда дуруст ҷобаҷо кун. апай шоира, марҳамат, чой гиред. чой нӯшед. раҳмат. имрӯз пули нағз кор кардем. ту духтари хуштоле будаӣ, мефаҳмед? чӣ хеле ки мегӯянд духтари ба пою қадам.
کارمون برار گرفت. میدونی ما پیشتر اینقدر پول کار نمی کردیم. تو هم خرسندی؟ اکای معروف، شما امروز صبحانه نخوردید. گرید، من این رو برای شما گرفتم. وای من ندارم خورسند کردی. این برای من؟ تشکر خواهر عزیزم. غمی مرا خوردگی کسم بوده است. تشکر. خیلی گرسنه بودم. تو هم معروف جان احترام رو بجا بیار. خوب شده است. این دختری من است. Gülge kömür güzel dağlarını Vatan boylap gezadi bahar Yüreklerde bayram sevinci Gençlik zavk mehnat şevk var Küçümüz köp kudretimiz zor Ağrır bakar alemge közler Küçümüzden derek biredi Gülistonga aylangan bozlar Kuchimizdan darak beradi Gülistonga aylangan bozlar Monetar kudretimizni Biz yaratgan yulduzlar oylar Bir yilda ya mehnatimizda Zo'r shaharga aylangan joylar Ilmimizni faxri emasmi Ko'kda uchgan azamat tular Nurga cho'lg'ab baxtli o'lkaning Haykırışıp oqadi soylar Nurga cho'lg'ab baxtli o'lkaning Haykırışıp oqadi soylar Yaproqlarda suvlarda o'ynar Quyosh sochgan shu'lalar zarlar Charx urishib musaffo ko'kda Mayni qutlar oq kabi tarlar Charx urishib musaffo ko'kda آی پایهایم خسته شدند. پایهای من هم. لباسی بس میکنیم و میرویم. محبت کجاست؟ نمیدونم. تو رو ندیدی؟ به فکرم همونجا موند. اناپا این پول ها رو هم گذار. تو محبت رو ندیدی؟ نه ندیدم. رفت اونجا رو ببین. لباسایتون رو عوض کنید. من محبت رو میکنم. السلام علیکم. خوب استید؟ دختره که رقاصه رو ندیدی؟ در خانه خوب است. در اون طرف. این طرف. درونی خانه است. کدام خانه؟ حجره داخلی. رفته میبینی.
muhabbat. Apa shoira, باید که رقص کنم. چگونه رقص؟ توی علاقه تمام شد. muhabbat. مگر شراب نشیدی؟ تو شراب نشیدی؟ توبه کردم. خیز رفتیم. خیز من رقص کردن میخواهم. این چی بلا بود؟ کدوم رقص؟ رفتیم. راه گرد. لزگی سرکم. از خواب سیر شدی؟ دختری بیچاره. تو خبر داری که در توی خونه چیکار کردی؟ چیکار کردم؟ جنجال برداشتی. نزد داماد رفته گفتی که چرا او را به زنی میگیری؟ آخر من زنی تویم. داد زدی. در حقیقت من چنین کردم؟ ها؟ از این هم بدتر کردی؟ براستی چیزی رو در خاطر ندارم. مرا ببخشید. پاپای شوهرتون مرا میرانید. دخترم که این ساده رو شراب نشانیده است. تو پیش از این شراب نوشیده بودی؟ راستی باری اول می نوشم. در توی پیاله رو با من دراز کردن. بینم همه دخترکان از پیاله می نوشند. فکر کردم که من نیز باید بنوشم. مرا ببخشید پای شوهره. خب بس است بخشش پرسیدم. خودم گناهگارم. تو رو باید آگاه میکردم. قریب که دلم از کار میموند. در همه جا تو رو جستم. خیریت که یافتم. بینم در یک حجره خواب رفته ای. غم نخور. دفعه دیگر احتیاط باش. اگر پیشنهاد کردن ننوش. دختران پیاله رو با لب میبرند و شراب رو نمی نوشند. بولده؟ تو ساده یک همین رو نمیدونی. در حقیقت ساده بوده ای. ببخشید شوهر خانم، دیگر تکرار نمی شود. بدیل نگیر. هزل کردم. تو خوردن میخواهی؟ نه سرم درد دارد. تو چی؟ نه یلدوز تو چی؟ نه گرسنه نیستم. مالش هرچی بود گذشت. اگر نفهمی شود بپرس. با گپ من عمل کن. اگر گویند که بنوش ننوش، وگرنه با پای راست ایستاده نمیتوانی. فهمو. پس از شراب سر همیشه درد میکند. گوش کن. در نزد یگان مغازه نگاه دار. آب میگیریم. خب مالش. سری دختری من درد دارد. همین طور 1.5 سال گذشت. من موفق شدم. اپای شوهره با من صرف کردن پول را آموزاند تا که خانه بخرم و مستقل باشم. Dunyoda g'amgin nimadir bo'lsa, undan-da g'amginroq kuymayning ko'nglim. Bog'lar orasimas, tosh orasida, kunduz yorug'imiz tun orasida. Mehr faslidamas, qahr faslida. Mahal gullagan gul mening ko'nglim, mening ko'nglim. Kelaman bir kuni baxtning esiga, ichim tashvishlarim tushar iziga. Aylanaman bir kun bahor qiziga. Nur mening ko'nglim, kelaman bir kuni baxtning esiga. Ishim tashvishlarim tushar iziga. Aylanaman bir kun
uzar yo'l mening ko'nglim, mening ko'nglim. Kelaman bir ko'ngil baxtning esiga, ichim tashvishlarim tushar iziga. Aylanaman bir kun bahor qiziga, quyoshga birlashar nur mening ko'nglim. Kelaman bir ko'ngil baxtning esiga, ishim tashvishlarim tushar iziga. Aylanaman bir kun bahor qiziga, quyoshga birlashar nur mening ko'nglim. و در نهایت ما صاحب خانه شدیم. خانه نوی ما تماما خالی بود. یک کورپچه داشتیم که از اپام بود. باز کورپه آینیسا و بعضی انجام‌های باقی مانده از مادرم. مادر، میدانم که کنارم هستید. مرا همیشه دستگیری میکنید. من بودنتان رو همیشه احساس میکنم. الهی خدا جایتان رو جنت کند مادر جان. کیست اونجا؟ assalomu alaykum. Alaykum assalom. من پسرم را آوردم. voy shirinim meni. Assalom. امروز هم به توی میروی؟ نه، خودم نه، خالم توی دارد. من باید به بازار رفته کورپچه بخرم. مادر خواندم خواهش کردند. او کورپچه خودش رو به من داد. برای مادر خواندم میخرم. امروز در خانه خالم میمانم. پگاه پس از توی خوب حتما میآیم. خوب راه سفید. که با مادرت خیر بگو. خیر جانم، خیر. نقص رفته بیا. خوب. انا مادرت رفت. اکنون من و تو بازی میکنیم. خوب استید؟ چه حال دارید؟ خوبی؟ شما هم خوبید کلی؟ تشکر، خوبم. وای نایلا چای نمیاری؟ چای بیار دسترخوان کشا. کجا شدی؟ نه، ما علاقه چای نوشیدیم. تشکر. نه این خیلی نکنید. انا چای بگیرید. اپا جان خوب استید؟ کمی بهتر شدید؟ چای نوشیده شنید؟ من رفته یک نظیره رو خبر گرفته آیم. زود برمیگردم. رفته کمک میکنم و می آیم. خوب؟ خوب، میلش. من هم حاضر می آیم. خوب اپا جان، حاضر می آیم. چای بگیرید. من حاضر می آیم. یکم کاس هست؟ السلام علیکم. و علیکم السلام. مرحمت، رحمت، 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 مرحمت، مرحمت. توی مبارک شود. و علیکم السلام. مرحمت. سلام یزدان جان، خوب هستید؟ زنک assalomu alaykum. بیا بیا جانم. خوب هستید خاله جان؟ چه حال دارید؟ خودت خوب هستی؟ خاله جان شما هم خوب هستید؟ شکر خدا. کارهای چطور؟ من خوبم تشکر. پسرت خوب؟ پسرم هم خوب است. کلان شده است. خاله شما چه حال دارید؟ من بهترم. خدا خواهد صحت می شوید. خدایا اینقدر با مادرت مانندی. سال از سال بیشتر با مادرت مانند می شوی. ای مهمان ها را نگاه کنید. نفیسه. ها دادا جونش
به شما چی شد؟ تینجی است؟ ای خواهرزاده تو کی آمد؟ محبت آمد میگویم. چرا آمده است؟ نمیدونم. وقتی که او را میبینم به غضب میویم. فشارم بلند میشود. آرام شوید. حاضر او را از خانه میرانم. رفت پیش کن. نمیخوام رویش رو بینم. گم شود از اینجا. گفتم که آرام باشید. خودم او را از خانه پیش میکنم. محبت تو چرا آمدی؟ سلام خاله جان. تو برای چی آمدی؟ با توی برادرم میگم. چرا آمدی؟ زود از اینجا رفت. زودتر. از شوهرم حاضر گپای زیاد شنیدم. اگر کمی نوشد هممون رو شرمنده میکنم. التماس محبت برو از اینجا. این کار رو نکنید. مگر آنها نیکی را به خاطر میارند؟ تو هر روز در خانه خالم نیستی. وقتی که مادرم زنده بود پول داشت همه اطرافش پروانه‌وار چرخ میزدند. اکنون مادرم نیستند. کجا شدن پروانه ها؟ آنها را یگان بار میبینی؟ این برای خانه نوه. گیر هیچ گپ نه. برای خانه چیزهای ضرور رو بخواد. ای به من نگاه رقصه. خدمت رسانی چند است؟ شما در خانه زن و دختر دارید؟ دختر هم دارم. چی شده است؟ اگر شبانگاه مردی به دخترتان درفتد چی کار میکنید؟ گوش کن ای کوچکر. دخترهای من شبها در کوچه نمیگردند و نزد مردم نمیرقصند. آنها در خانه میشینند. در خانه میشینند. فهمه؟ فیلم سال 2022 در مؤسسه دولتی تلویزیون سینما به زبان تاجیکی ترجمه و دوبلیاژ کرده شد. کارگردان و محرر هلال امیدپور. ترجمان ها مشرف خواجه‌ایف، دلخواه ناظرشاه، براحت شکور و بهرام سیفیدین، قندیل مردانوف و ستاره فاضلزاده. به نقشه آواز دادن ملاحت عبدالله، غنی جان عالیموف. تنظیمگران زهرای محمدی، سایل اقبال شایف، راوی دلیر حسنزاده. پایانی قسم 11.